میدونی قهرمانان آمریکایی زیادی هستن که از این ایده خوششون نمیاد. نیل آرمسترانگ، جین سردان که هر دو علیه پرواز فضایی طوری که تو داری توسعه میدی شهادت دادن. و میخوام بدونم نظر تو در موردش چیه؟ وقتی دیدم خیلی غمگین شدم. چون اونا قهرمانان منم هستن. پس واقعا سخته. ای کاش می اومدن سر می زدن و تجهیزات اینجا رو می دیدن. به نظرم شاید نظرشون عوض می شد. اونا بهت انگیزه این کارو دادن مگه نه؟ بله. و دیدن این که علیه جبهه گرفتن چطور بود؟ خیلی سخته. انتظار داشتی بهت روحیه بدن؟ امید داشتم بدن. میخوای چی رو بهشون ثابت کنی؟ کاری که سعی دارم بکنم ایجاد یک تفاوت بزرگ در سفر فضایی و کمک به اینه که سفر فضایی تقریباً برای همه ممکن بشه. یکی از سخت‌ترین انتخاب‌هایی که در زندگی باهاش مواجه شدم در سال 2008 بود. شاید یه چیزی حدود 30 میلیون دلار برام مونده بود. بین 30 تا 40 میلیون در سال 2008. 2 تا انتخاب داشتم. میتونستم همشون رو روی یک شرکت بذارم و اون یکی دیگه قطعا جمع میشد، یا بین 2 شرکت تقسیم کنم. ولی اگه این کارو بکنم ممکنه هر دو از دست برم. و وقتی تمام تلاشتو برای ساختن یه چیزی میکنی و چیزی رو میسازی مثل بچت میمونه. و خب کدومو مجبورم بذارم از گرسنگی بمیره؟ نمیتونستم این کارو بکنم، پس من پولو بین هر دو تقسیم کردم. خوشبختانه هر دو دووم آوردن. بزرگترین شکست چی بود و چطور تغییر داد؟ خب مسلماً شکستای زیادی سر راهم بود. همونطور که گفتم برای ایستگاه ایکس هر 3 پرتاب اول ناموفق بود. و ما حتی به زور تونستیم پول و قطعات برای پرتاب 4 جور کنیم. اگه پرتاب 4 هم شکست میخورد کارمون تموم بود. پس کلی شکست سر راهمون بود. من خیلی سعی کردم تا تخصص لازم برای ایستگاه ایکس رو به دست بیارم. سخت تلاش کردم تا یک مهندس ارشد برای موشک پیدا کنم، اما مهندسای ارشد خوب ملحق نمی شدن و استخدام بعدا هم بیفایده بود. پس خودم مهندس ارشد موشک شدم. خب اگه اون موقعی که بهتر پیدا می کردم شاید شکستمون از 3 تا کمتر می شد. 3 شکست پشت سر هم باعث نشد فکر کنی که باید دست بکشی؟ هرگز. چرا؟ من هرگز تسلیم نمیشم. پافشاری خیلی مهمه. تا وقتی مجبورت نکردن نباید تسلیم بشی. افراد زیادی سعی کردن قانعم کنن که بیخیال شروع کمپانی درست حسابی بشم. دیوونه کننده بود. یکی از دوستای خوبم یک سری ویدیو از موشک‌های جمع کرد که منفجر میشن و مجبورم کرد نگاه کنم. نمیخواست کل پولمو از دست بدم. ما کارایی میکنیم که بعید به نظر بیاد جواب بدن و خوش شانس بودیم و حداقل تا الان موفق بودیم. الان زمان خطر کردنه. شما فرزند ندارین. هرچی پیرتر میشین تعهدتون بیشتر میشه. و وقتی خانواده دارین زمان ریسک کردن باید اونا رو هم در نظر بگیرین. انجام کارهایی که ممکنه شدنی نباشن سخت‌تر میشه. پس حالا وقتشه که این کارو بکنید. قبل از اینکه اون تعهدها رو داشته باشید. پس تشویقتون میکنم الان خطر کنید. یه کار بزرگ بکنید. پشیمون نمیشید. چطور فهمیدی قراره یک کمپانی تأسیس کنی و توش موفق بشی؟ راستش فکر نمی‌کردم تسلا موفق بشه. فکر می‌کردم به احتمال زیاد شکست می‌خوریم. ولی گفتم حداقل ما میتونیم این دیدگاه رو عوض کنیم که یه ماشین الکتریکی حتما باید مثل ماشین حمل گلف زشت و کند باشه. ولی گفتی انتظار نداشتی کمپانی موفق بشه. اما چرا تلاش کردی؟ اگه چیزی به قدر کافی مهم باشه، حتی اگه خروجی احتمالاً شکست باشه، باید سعیتو بکنی. چطور در مورد تصمیم گیری فکر میکنی وقتی همه بهت میگن این ایده احمقانه است؟ نیروی درونی واسه انجامشو از کجا میاری؟ خب اول از همه باید بگم راستش به شدت احساس ترس میکنم. پس نمیشه گفتی چه احساس ترسی وجود نداره. کاملا حسش میکنم. فقط یه وقتایی هست که اگه چیزی به قدر کافی مهم باشه، به قدر کافی باورش داشته باشی، با وجود ترست انجامش میدی. به این فکر میکنم که چه راه حل تکنولوژی برای رسیدن به یک هدف مشخص لازمه. بعد سعی میکنم تا جایی که ممکنه در اون جهت پیشرفت کنم. به نظرم یه موجود فضایی بودن، بین ستاره ها بودن برای بقای بشریت در مدت طولانی لازمه.
و این یک علته. اما بعد بخشی که به من شخصا بیشترین انگیزه رو میده اینه که بهم حس ماجراجویی میده و مردم رو در مورد آینده هیجان زده میکنه. اگه 2 تا آینده در نظر بگیریم، یکی که تا ابد در زمین محبوس باشیم تا بالاخره یه اتفاق وحشتناک بیفته، یا یه آینده دیگه که توش ما رو سیارات زیادی هستیم، حتی شاید فراتر از منظومه شمسی بریم، به نظرم نسخه دوم واقعا هیجان انگیز و انگیزه بخشه و باید دلیلی باشه که صبح زود از خواب بیدار بشیم. زندگی که نباید فقط حل مشکلات باشه، وگرنه چه فایده ای داره؟ باید چیزایی باشه که به مردم انگیزه بده و به زندگی معنی ببخشه. وقتی من و برادرم اولین شرکتمون رو راه انداختیم، به جای گرفتن یک آپارتمان، یک دفتر کوچیک اجاره کردیم و روی مبل میخوابیدیم. و تو خیریه دوش میگرفتیم و خیلی درگیر بودیم. یک کامپیوتر داشتیم، پس سایت در روز فعال بود و شبا برنامه نویسی میکردم. 7 روز هفته تمام وقت. و من یه جورایی تو اون دوره نامزد داشتم که واسه اینکه با من بمونه مجبور بود تو دفتر بخوابه. خب سخت کار کردن یعنی هر ساعت روز، این چیزیه که میتونم بگم، مخصوصا اگه دارین یک شرکت را میندازین. وارد هر حوزه‌ای که بشی، حتی اگه بگیم کارت از همه بهتر باشه، همیشه احتمال شکست وجود داره. پس فکر کنم خیلی مهمه که واقعاً کارتو دوست داشته باشی. اگه دوستش نداشته باشی، زندگی کوتاهه. اگه از کاری که میکنی خوشت بیاد، حتی وقتی سر کار نیستی بهش فکر میکنی. یعنی چیزیه که ذهنتون بهش معطوف میشه. و اگه دوست نداشته باشید، به نظرم نمیتونید به جایی برسید.